او را دیدن میخواهی؟ مجاهد دیدن میخواهی؟ به نزل این را چی طور میگوییم؟ اگر خواهی خودی تو با او گوی. به نزل گوی که در نزد چشم ما ماشینی او ترکید. این را تو با او بگوی. من با شما 1000 بار گفته بودم ما سربازیم. این لباس نظامی را ببر کردن ما سبب دارد. ما دولت و پرچممان را حمایه میکنیم. با شما 100 مراتب گفته بودم که تنها عمل نکنید. بینید اکنون پاره های جسدی برادرتان را جمع میکنید. یوز از قرابتک یگان خبر هست؟ خبرها چندان خوشحال کننده نیستند. تا حال جسد او را پیدا نکردند. افسوس. من باید مانعه او می شدم. روزی که تو به استخانه آمده بودی او نزد من آمده بود. حاضر وقتی اون نیست که خودت را عیب دار کنی. نه، حاضر وقتی همین است. اگر من او را از دستش می داشتم شاید حاضر او زنده می بود. حالا مردن او اثبات نشده است. انتظار شو. خودت چطور هستی؟ به نزد دکتر رفتی؟ بله. قبرغم کمی زخم برداشته است ولی جدی نیست گفت. مرا ببخش، من مجبور بودم که این کار را کنم. استا سرده. تمام. تپانچه را بوی کن. زیر تاثیر مواد مخدر است. خوب هستی؟ ببخش، مجبور شدم که آتش کشایم. خیریت که در عملیات ها جوشن ببر میکنیم. بله، من دویم ببر میکنم. با مایاری تجری لازم است. خیالی چطور است؟ حالش بهتر شد. معده‌اش را دکترها شستند. صحت می شود. استا من چیکار کردم؟ قریب بود که قماندان یوز رو میکشتم. خانم پرکرور رو میکشتم. تو گناه نداری پسر جان. رزیل ها هر چیز افلاس را به بدنت وارد کردند. شکر کن که زنده ماندی. قماندان یوز کجاست استا؟ و یک خبر را شنید و برآمده رفت. حادثه ای روی داد. خبر ناخوش. مجبور شد که رود. کسی شهید شد استا؟ به فکرم ها.